وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در بین شهروندان تاجیکی که از روسیه به دلیل ویران کردن قانونهای مهاجرت اخراج کرده شدند، یگان نفر در جنایت‌های افراطی دست داشته‌اش را پیدا نکردند. عبدالرحمن علمشاهزاده، معاون اول وزیر کارهای داخلی تاجیکستان، روز 8 آگوست سال 2024 در نشست خبری وزارتش در پاسخ به سوال خبرگزاری روسیه تاس گفت یگان حالت از جانب شهروندان اخراج شده صادر شدن جنایت‌های خصوصیت افراطی یا تروریستی داشته ثبت نشده است. مهاجران از روسیه به تاجیکستان اخراج شده میگویند که آنها را بعد رسیدن در فرودگاه‌های تاجیکستان چندین ساعت تحت بازجویی قرار داده به قبل از قلبر میگذرانیدند. یکی از مهاجران اخراج شده در صحبت با پایگاه خبری بامداد این جریان را چنین تصویر کرد: مرا در یک بازار روسیه برای آن بازداشت کردند که پتنت نداشتم. بیش از یک ماه را در بازداشتگاه سپری کردم. برای ما چپتای پرواز خریدند، ولی هرچند من و همراهانم از دوشنبه بودیم، برای ما تو خوجن چپته گرفتند، چون که تو خوجن راهکرا ارزان تر بود و ظاهرا پول مقامات روسیه برای چپته ها تا دوشنبه نرسید. هواپیمای ما صبح به خوجن رسید. همه ما مهاجران اخراج شده را از مسافران دیگر جدا کرده به یک خانه علایده بردند و در آنجا کارمندان مقامات امنیت در طول 7 ساعت هر کدام ما را یک تا یک بازپرسی کردند. تلفن هایمون را گفتند که به کدام سامانه ها می درایم و از کدام مسنجر ها استفاده میبریم و به کیو زنگ میزنیم و با کیو مکاتبه داریم. در بین زنگ های ما زنگ های به شخصان مشکوک را میگفتند و میپرسیدند که آیا یگان خویش و تبار ما بغیر از روسیه و تاجیکستان در یگان کشور دیگر هم هستند. معاوضه هم خواندند برایمون که باید وطنمون را دوست داریم، به هر گونه تشویقات و تبلیغات شبه آور داده نشویم. پیش از جواب دادن از آن همراهان ما که ریش دارند خواهش کردند که ریششان را تازه بتراشند. تو از فرودگاه برآمدیم که عصر روز بود. در نهایت ما اون روز نیمه شب به خانه هایمون رسیدیم. روز 6 آگوست گلنور حسن‌زاده، وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان، در نشست خبریش گفت در نیمه اول سال جاری مقامات روسیه 17134 شهروند تاجیکستان را اخراج یا دپورتاسیون کردند که این نظر به 11000 مهاجر تاجیک در طول تمام سال 2023 از روسیه اخراج شده خیلی بیشتر است. اما در حالی که گلنور حسن‌زاده و اخراج مهاجران تاجیک را اساساً به قانون‌های مهاجرت ربط داد، حامیان حقوق مهاجران میگویند در پی به دست داشتن در حمله‌های تروریستی خونین ماه مارس در کراکوس عیبدار شدن زادگان تاجیکستان، مناسبت مقامات روسیه نسبت به تاجیک‌ها کلاً تغییر یافت. صدها مهاجر تاجیک از روسیه اخراج شده، از جمله آنهایی که از خط مرز آن کشور پس فرستاده شدن شکایت میکنند که آنها را با بهانه‌های خیلی ناچیز و گاه بی اساس از روسیه اخراج میکنند. و اما گلنور حسن‌زاده هم اعتراف کرد که در عموم امسال شمار مهاجران کوری از تاجیکستان 16% کاهش یافته است که این رقم اندک نیست. بنا به حساب‌ها بیش از 1 میلیون از زادگان تاجیکستان شهروندی روسیه را به دست آورده. در علاوه حدود 1 میلیون نفر دیگر از اهالی قابل کار این کشور هر سال برای تامین روزگار عائله‌های خود به روسیه به مردی کاری میروند. پول‌هایی که مهاجران از روسیه میفرستند سالانه تا چند میلیارد دلار را تشکیل داده هموزن بودجه دولتی تاجیکستان است و یک منبع اساسی تامین زندگی اکثر خانواده‌ها و هم اقتصاد در این فقیرترین کشور سابق اتحاد شوروی دانسته می شود.